ماهی رمضان آمد از سوی بهشت، آید به مشام مومنان بوی بهشت. هر کس که در این ماه دل آزاری کرد، نه روی بهشت بیند و نه بوی بهشت. ماهی رمضان به حق رساند همه را، از شربت مغفرت چشاند همه را. امسال غنیمتیم تا سال دیگر، سال یک بار خدا رساند همه را. گنجینه نورانی قرآن رمضان است، آرامش دلهای پریشان رمضان است. مجموعه گلهاست شب و روز عزیزش، یعنی به حقیقت که گلستان رمضان است.